استفاده میکنن تا چربتر و خوشمزه تر بشه. تازگی هم که خیلی گرون شده. چه کاریه؟ خب خودمون توی خونه درست میکنیم. کلا نیم کیلو سینه مرغ میبره و بین 30 تا 40 تا ناگت هم بهمون میده. هم خوشمزه تره، هم سالم تره و اقتصادی تر. مواد لازم رو توی کپشن براتون گذاشتم. خب اول شیر رو بریزی رو نون تا خیس بخوره. حالا مخلوط ران و سینه مرغ که ترجیحاً نیمه یخی باشه. پیاز، سیر، پنیر، نونای خیس خورده، سس کچاپ و خردل، نمک و ادویه ها رو تو خرد کن بریزی، چند ثانیه بزنی تا اینجوری نرم و یه دست بشه. 1-2 ساعت بره تو یخچال، یکم خودشو بگیره تا بعداً بتونیم فرمش بدیم. مواد ناگت کلا چسبناکه، اگه دستتون نمدار باشه نمیچسبه. یه قاشق از مواد برمیدارم، با دست خیس بهش فرم میدم. اول میزنم توی آرد، بعد تخم مرغ هم زده، در آخرم پودر سوخاری. داخل سینی بچینید، میتونید همون لحظه سرخش کنید یا اینکه مقدارش هم توی فریزر نگهداری کنید.